چرا بعضی از بچه‌ها هنگام دور شدن از پدر و مادر دچار گریه و گاهن بی‌قراری میشن؟ چطور با اضطراب جدایی فرزندمون کنار بیاییم؟ اگر می‌خوای علت و راهکارش رو بدونی تا آخر ویدیو همراه من باش. در ابتدا لازمه بدونید که اضطراب جدایی یک فرایند طبیعی رشد و کودک از 18 ماهگی تا انتهای 7 سالگی با اون دست و پنجه نرم می‌کنه. یکی از مهمترین علت‌ها ناتوانی کودک در درک از موقتی بودن جدایی هست، چون که کودک‌ها مفهوم پایداری شیء رو درک نکردن و هنوز یاد نگرفتن، فکر می‌کنن وقتی پدر و مادر از دید اونها خارج میشه قراره برای همیشه اونها رو از دست بدن و دیگه اونها رو نبینن. انواع دلبستگی‌های ناایمن و دلبستگی‌های شدید. دلبستگی شدید زمانی هست که کودک به شدت به والد وابستگی داره و از تغییر محیط میترسه. و وابستگی ناایمن زمانی شکل میگیره که والد در یک بره زمان طولانی غایب بوده و زمانی که باید کنار فرزند باشه نبوده. کودکانی که دارای خلق و خوی درونگرا و خجالتی هستن بیشتر در معرض اضطراب جدایی قرار میگیرن. و اما راهکار خداحافظی رو کوتاه و قاطع انجام بدید، نه طولانی و پرتکرار. کودک رو با یک وسیله آرامبخش همراهی کنید. مثلا از خودتون به کودک یک نشانه بدید، یک یادگاری بدید، مثل یک گیرموی ساده یا یک کشموی ساده یا یک عروسک، یک قطعه از خودتون، چیزی که به کودک احساس آرامش بده و اون در اون لحظه دلتنگیش رو بتونه برطرف بکنه. اگر می‌خوای بدونی با نادیده گرفتن اضطراب جدایی فرزندت چه پیامدهای منفی اون رو تهدید می‌کنه، کپشن مال توئه.